زندگی خودتان را با هیچ کسی مقایسه نکنید. هیچ مقایسه بین خورشید و ماه وجود ندارد. هر یک در وقت خودش می‌درخشد. درود بینندگان عزیز. باز هم برنامه صحبت روانشناس است و امروز هم معلم عزیز مریم دولت و روانشناس در خدمت ما هستند. چون در برنامه قبلی برای بینندگان وعده دادیم، امروز باز موضوع ترس را ادامه میدیم. اگر مثلا در کوچه شما یک نفری را گوید که بیا فکرت در فلان موضوع بگو، بیاید من نگویم، بیاید از دیگر پرسید، بیاید همین گپی من نه، بیاید من نگیرید. این ترس است. ترس است. این دو ترس است. دو سه چند ترس است اینجا. یکمش این آدم دلش از خودش پر نیست که یک فکر درست دارد یا ندارد، اندیشش ارزش دارد یا ندارد، دانش دارد. بله، به خودش اعتماد ندارد که اندیشش ارزش دارد. این یک است. دویمش ترس دوم است که مردم به من چی بها میتن. و نهایت ترس اون است که زمانی مثلا برای یک لطیفه آدمان رو 15 سال زندان میکنه. این ترس از بابا کلانش اومده است. شاید نقل کردن که این چیز است. بله، ما بعضا میدونید یک چیزی عجیب است پسیک انسان. بعضا یک چیزی که برای شما حاضر خطر دارد، شما میتونید اون خطر اعتراف نکنید و قدم مونید پیش روید، خطر از بین برید. ولی بعضا حالت هست که خطر مستقیم روبرو نیست، ولی یک نفر در جای چیزی گفته است، من شنیدم، و این اطلاعاتی که روبرو نیست، در حالتی که با اطلاعات روبرو می آید، انسان مکانیزم حمایت خودش دارد، حمایت اندیشش دارد. از من شما بگویم که شما فلان کارتون نادرست است، شما 10 دلیل میابید و درستی کارتون اثبات میکنید. ولی اگر که دو نفر بین همدیگر صحبت کنن و گویند که فلان کار در فلان چه شده است، هوای نادرست بوده است، اگر با کار شما مانند باشد، ثمرش تاثیرش 10 برابر زیادتر میشه. و در حالتایی میشه که ما اطلاعات رو که ما رو میترساند از زبان کدام در جای شنیده ایم، مستقیما به ما دخل نداشت، ولی من قبول کرد. وقتی که 3 نفر برای شما میگوید که این کار ناممکن است، اون کار واقعا ناممکن میشود، یعنی بله. شما همین چیز قبول میکنید. بله، این واقعا این کار ناممکن است. بله این چیز است که بله این چیز این چیز درست است. این چیزی که اگر مستقیم به شما گفتن، یک نفر شما رو در گپ در آوردن نتونید، دوم اومد، سوم اومد، دهم اومد و شما باور کردید. و حتی میگن که اگر مخال روسیه است، اگر میگن که شما رو 10 نفر اگر خوب گفته داشتون کنن، اگر شما خورخور میکنید، یعنی معنی ما باور میکنن، معنی ما قبول میکند که انا همین چیز واقعا خطر جان است، حتی در حالتی که خطر جان در هیچ کجا نیست دیگر. ولی اون ترس بنیادی که از بین نرفته است. ما اون یک خطر زهر اینجا پرتوخته بودیم در گرم پیاله، ما یک خطر زهر باشد اگر و زهر در جوش شدن میگیرد، این پیاله شدن در کار، برای که در این پیاله ما به خطر چون نوشیم. و معنی ما چون همین ظرف است، فقط پیاله شدنش آسان‌تر است. ما در نشه میبینیم، در معنی کنون نمیبینیم، در روان خودمون نمیبینیم که ما در رو چی جای کردیم. شما گفتید که برای کودکانی که مثلا ترسو هستن کمی غیرت مثلا، و برای اونهایی که نمیترسن کمی مثلا خطر احتیاط را یاد دادن. اما شما نگفتید که ما همین چگونه ترس از وجود کودک دور میکنیم، با چی راههای ما مثلا ترس نه تنها وجودی کودک، هر کسی که مثلا میترسه. خوش اصول های مخصوصی روانشناسی هست. اینجا هم من شما گفته هم نمیتونم. من درباره یک اصولی که آدم کلان میتواند به خودش کنه گفتم، با ترس صحبت کنید، آهسته آهسته از ضمیرتون میبراید. عقلا ترسی که حاضر در دل شما جا شد و برآوردن. ولی اگر با ترسی که اون باشه خیلی کار کردن لازم است. و یک چیزی که برای کودک کمک میکند این پیش از همه همون مهربانی است و چیزهایی که مثلا کم خطر هستن با اون نشان دادن قدم به قدم. مثلا کودک از سکچه میترسد، شما با او یک سکچه مخملین تحفه کنید، با سکچه مخملین اول بازی کنند، با اون مولتیکو نشون دهید که اینجا سکچه ها چقدر با کودکان بازی میکنند، یا که بسیار فیلم مقرری باشد، فیلم بدیعی باشد که اینجا کودکان و سکچه ها چقدر مناسبت میکنند، درباره شنید و در این باره نقل کنید و سکچه دیدید چقدر عجایب است. و یک باره او رو پیش از همه شما میترسی و سگ میده توی نمیگذد نگید، فشار کمک نمیکنه. اینجا فقط با اصول نرمی و مهربانی که اول همون به همون سگ محبت پیدا کنند، رغبت پیدا کنند
رو با دستش لمس کند سکچه مخملی خطر ندارد، سکچه درونی تلویزور خطر ندارد. و بعدا اگر در کوچه همراهش باشد که رفتید اونجا یک سکچه دیدید، اگر که خواهد سکچه نگاه کند بگوید که نه دیدی سکچه میخوای تماشا کنی، تماشا کن، پیشش نرو، سرش سیلا کن نگوید، زیرا برای که وای براید از زمیرش قدم های زیاد ماندنتان لازم است و شما خودتون روانشناس هم نیستید. اگر که برنامه روانشناس برید اونجا اصول های دیگر یاد میگن، ولی وقتی که شما خودتون کار میکنید همین صبر، مهربانی و قدم به قدم اون رو از زمیرش میبرید. اگر که امکانی برای روانشناس مراجعت کردن ندارید، ما با کودکان غیرت رو تنها در مورد دو میتوانیم که ضمیر خودمون پر باشد. کودک از سخن ما، از چشم ما، از نصیحت ما کمتر میگیرد. کودک نیروی ما رو حس میکند. اینجا یک بیننده ما به همین موضوع موافق درباره ترس یک سوال نوشتم. اگر اجازه باشد من خانم. سلام نوشتم، من جانی بک 32 سال دارم. حالا در مهاجرت مهنتی هستم در شهر مسکو. سوال من این است که من میترسم نوشتم. در شیوه گفتار ما این حالت را وهمک میگن. اما نمیدونم با اصطلاح روانشناسی حالت مرا چگونه بیان میکنن. اما هر سال اولی بهار و تیر ماه، یعنی در این دو موسم، من با همین حالت روبرو میشم. شبها دیر خواب میروم و با اندک آواز از خواب بیدار میشم. یعنی همین حالتی ترس است. و من چه مصلحت میدید بیشتر؟ یکمش باید دونید که این ترس از کدام وقت در دل شما است. این ترس کهنه است. چرا در بهار و تیر ماه این دردها اوج میگیرن، اما دردهای روانی حتی دردهای جسمانی هم در بهار و تیر ماه اوج میگیرن. ما در این دوره ضعیفیم. دوره گذرشی جدی است. ما بعد از زمستان ویتامین و مینرال‌هایی که در ارگانیسم لازم است کم میگیریم و در بهار ضعیف‌تر هستیم و در تیر ماه هم همین است که ما دوره گزارش موسمی بر جسم ما یک بخش طبیعت هستیم و این گزارش با ما همیشه مؤثر هستند. شما باید معین کنید، باید اون روانشناس صحبت کنید و همون ترس نخستینی که این ترس رو بیدار کرده است اون رو پیدا کنید و از داخلتون بیرون کنید. یعنی ریشه دارد. ریشه دارد. همه ترسایی که بعد پیدا میشوند اینا ترسای کهنه هستند. اینو ریشه دارن. زمانی که ما اون رو ندیدیم، اون رو سرکوب کردیم، ما اون رو از نادیده گرفتیم. این خیلی مانند است که مثلا اگر یک سطل پرو باشد، ما قبول نکنیم، نپذیریم که باید پرو است و رو از اینجا خونه بیرون کردن لازم. اگر بولش با من نمیدونم یک سچ مخمل نپرتوید، اگر باید پرو میموند و در جای خودش است. خب ببینید، من وقتی که من از سرخی کامرای تلویزیون میترسم، من میتونم خودم رو مثلا به خودم موتیواسیون یا انگیزه دهم یا خودم رو دلبردار کنم. همین که کامera است، تمام بیننده ها که در پیش من نیستن. مثلا با این اصول من میتونم ترس خودم رو برطرف کنم. مثال، اما یک نفری که مثلا از چیزی میترسد، یک شخصی کودک نه، یک شخصی کلان، ما در کم کورس داشتیم که از گربه خیلی میترسید. کلان تنومند، اما از گربه میترسید. و وقتی که ما به دهه رفتیم، ما همراه همکورسان ارگاه به دهه میرفتیم خانه همدیگر و کسی با شوخی گربه رو به بغلش برداشت. به دهشت اومد. بله، به دهشت اومد. ترسی به این چی؟ یک گروه ترس‌ها هستن که شاید ما در این زندگی اون از بهرش برآمدن نتوانیم، خلاص شدن نتوانیم، خب اگر با روانشناس کار نکنیم. در این گونه حالت‌ها مثلا بعضی ترس پرواز دارن، از سمالات میترسن. اون قبول میکنه، میگه که من انا همین ترس دارم. اگر خواهید دیگرای آگاه میکنه. این مانند است که مثلا به یک چیز الرژی داشته باشید، میگه که با من در سخن چهارمغز باشد، میگه که خوش میکنم. یک نفر گوید که چهارمغز گرید، میگه که اعتراف میکنید من ترس جسمی شما است، من چهارمغز خوردن نمیتوانم، مراد نکنید برای که بادناک است. در زبان قدیمی ما اینا چیزایی که الرژی نه بادناک میگفتن، به من ضرر دارد. این چیز هم همین است. اعتراف کنید که من از همین چیز میترسم. من مثلا سالو پیش نداشتم، بعدا ترس بلندی پیدا شد و سببش هم میدونم که من 2 بار دیدم که از بلندی کودکان غلطیدن. من خودم نغلطیدم، ولی ترس بلندی در ضمیر من جا شد. من همیشه میترسم یک کودک اگر
نزد یگون تریزه در خانه بلندشونه باشیم کودک با تریزه نزدیک شود اگر و کودک کلون است و اخلاش میگیرد همه تریزه و پنجره دارن ولی این ترسی است که کدام یک ترس کدام دوره قدیمه من است که اون همین افتیدنی کودک و این ترس در زمین من بدور کرد من اداره کردنش یاد گرفتم وقتی که مثلا یک کودک میده بالای یک بلندی میبرد بالای میز یا کرسی میبرد من دود فریاد نمیکنم میگم که کودک گیرید برای که من اگر حاضر ترسم فاش کنم و ایرون برم من کودک میترسم و حمایه کودک باعث میشد که من ترس داخل خودم قبول میکنم میگم که من ترسیدم و با اطرافی هم میگم که بعضن میگن که نترسید این کودک با اخلاص اون کرسی بلند نیست من میگم که من میترسم من ترس دارم و خودی همین ترس دارم اعتراف کردن من باعث میشد که من به دهشت نمیافتم با وهمه گرفتار نمیشوم در همه حالت‌هایی که شما وهمک دارید وهمک یعنی ترس از معیار ترس مقرری گذشته است با وهمه رفت گرفتار شده بعد وهمه این به دهشت میرسد پنیک اتاک میشه که آدم در جایی که تماما خطر نیست او از ماینش بعد حالت در عالم رو دهشت انگیز نشون میده که او هیچ چیزی رو نمیبینه فقط میلرزد و خلاص و در این گونه حالت ها آدم باید اعتراف کنند که واقعا من میترسم یک چیز دیگر از در مورد ترس است باید که نترسم و در این حالت وقتی که ما کار میکنیم با کار افتادگان میگیم که ترسی تو ترس نیست این ترس است بیا این ترس میگیریم از ترسیدن نترس بعد کار میکنیم با اون ترسی که بنیاد است اون چیزی که آهن ربا است و در اونجا چیز است و ترس‌های دیگر رو جلب میکنه ترسی از دست دادن چیزی یا کسی مثلا من همیشه فکر میکنم که زمان مادرم از من میره در میگذاره ترسی از دست دادن یک کس بله من همیشه همین چیزا فکر میکنم خود به خودش گریه میکند همین در همون حالت من چیکار میکنم اگر مادرم بمیره من چیکار میکنم و با همین فکر خودش رو بیمار بله اگر که ما ببینید اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است هم لایق دوست ترس در دایره معیارهای خودش خطر ندارد ولی اگر که ما با او اجازه بدهیم اگر ترس پاسبان باشد وظیفه ترس اصلا پاسبانی است ولی اگر ما پاسبان رو بیاریم سردار اداره کنیم اول اداره چی میشد جسم ما روان ما دنیای ما همون اداره است و در این گونه حالت ها یکمش که پذیرفته توانستن همه چیز که این عالم چگونه است تجربه اگر مثلا یک بار دوباره اگر دستتون در چای گرم سوخت تجربه شما رو از این ترس رها میکند خب ترس حالتی که هنوز نیامده است ترس آینده خب بعد این یک چیز عادی است که در اشعار شاعران ما بسیار با گفته شده است که از حادثه زمان آینده نترس از هر چیزی که نیست پاینده نترس میگن که غم گذشته رو نخور غم آینده رو هم نخور اینجا باش در اینجا ترس نیست در همین صحبتگاه ما جای خطر هست و اکثر ترس‌های ما چون که پیشتر گفتم ترس‌های ویرتوالی هستن ترس‌های مجازی هستن حادثه‌ای که هنوز نشده است یا حادثه‌ای که الکی شده گذشته است اون دیگر نیست گذشته دیگر نیست آینده هنوز نیست وقتی که ما با کمال میرسیم از نگاه اجتماعی از نگاه روانی از نگاه معنویات وقتی این عالم رو خوب میشناسیم که این عالم ما نیست و در اختیار ما هم نیست ما گذرنده هستیم یک راهگذر بزرگه و همه عزیزان با ما هم چون ما راهگذر هستند و یگون کس از ما پره نمی رود یک کتاب است مؤلفش کرایون است و به زبان روسی پوتشیستوی دمای بیل دروگه دمای با هر دو نام هست اونجا یک چیزی بسیار عجیب است یک نفر حالت بسیار وزنین داره اصلا برای بینندگان من این کتاب رو توصیه میکنم این کتاب های معالجوی هستن از نگاه روانشناسی این آدم جای سفر میکند و با خودش کلبور دارد اونجا در چند خانه می ایستد و در یک خانه که می ایستد میگه کلبور رو با خودت نبر میگه که اینجا عکس پدر و مادرم هست اینجا چیزهای دیگر هم هستن اینها برای من ارزشمنده میگه که من به تو نصیحت دادم بهترش نبر میگه خیلی بردن خواهی همین است که ما به تو پیشنهاد میکنیم و تو انتخاب داری
تو اختیار داری که قبول کنی یا نه. میگه خب انتخاب. بعد از این خانه باید تا خانه دیگر برود و در راه یک تندباد شدید میخزد و همه چیزی که داشت تو لباس بالای تنش میبرد اون تندباد. اون تا خانه دیگر با هم لباس تگید بدنش میام لباس سبک بدنش میاد. و اون صاحب خانه که پیش روز میگیرد میگه که تو خبر داشتی که با خود باید در این مساحت بار نداشته باشه. بعد میگه که خب بارهای قیمتی من بودن اونها، اونجا عکس پدر و مادرم بود. میگه که عکس پدر و مادرت فقط در آنجاست؟ مگر در دل تو پدر و مادرت جا ندارن؟ آنها همیشه با تو هستند. آنها هرگز نمیروند. جسمشون میرود، خودشون نمیروند. شما لباس نو خریدید، لباس کهنه‌تون رو یک کسب میتید یا میپرتوید یا میسوزونید. برای همین ولی در خاطرتون هر دفعه که اون به خاطرتون رسد که اون وقتی که لباس نو خریدید بار اول پوشیدید، این خاطره زیباتون با شما میموند. گویا که لباس رفت ولی لباس با شماست. و انسان اگر که ما به این حد رسیدیم، به این حد کمالات رسیدیم، این ترس ها هم کم میشوند. قانون خوشبختی زندگی و از بین بردن ترس ها پذیرفتن واقعیت است. با هر چی که هست. با هر چی که هست. خب لحظه از ترس دور میشه و یک نامه دیگری بیننده ما هست. من قرائت میکنم. نوشته که سلام، من عزیزه 24 سال دارم و شوهرم باور ندارم. این ناباوری از آنجا شروع شد، آغاز شد که در پیام نامه های تلفنش نامه های محرمانش را با دیگر دختران خواندم و حتی رسم های آنها را دیدم. 2 فرزند دارم خانه‌نشین. شوهرم هر سر که به کار میرود تا بیگاه فکر میکنم که در نزد کدام یک زنی دیگر هست. حتی در خواب هم میبینم که او با من خیانت میکنه. لحظه که تلفنش را نمیبردارد خودم رو میخورم. با خودش بارها این مسئله رو به میان گذاشتم، ولی او قسم میخورد که با یگان دختره یا با یگان زن معامله ندارد یا گپ نمیزند. اما من به او باور نمیکنم، زیرا وقتی دفترچه خاطرات دانشجویش رو هم خواندم دیدم که آن وقت هم از این پیش هم همان آدم بوده است، یعنی هیچ تغییر نیافته است. او هم از هر سیان که دیگر تلفنش را نکشم پرول تلفنش را پنهان میکند. این شبهه مرا بیشتر میکنه و من خودم را در خانم نوشته که در خانه ما با هم گپی میزدگی نداره. من خودم را خیلی تنها احساس میکنم و من چی توصیه میده؟ خب اینجا یک سوال نیست، چندین سوال است. بله، یک داستانی. من حتی میگفتم که برای یک کورس کار روانشناسی که 10 درس است شاید موضوع باشه، ولی اگر کوتاه بگویم ریشه این ناباوری ها هم همون ترس است. این زن از چی میترسد؟ از دست دادن همین شوهر و ترس از دست دادن شوهر، تنها ماندن کودکش یا تنها ماندن خودش یا به خانه پدر مادر برگشتن و شرمندگی و غیره و غیره. اینجا ترس اجتماع است که سرشته کردن نتوانست، ترس تنهایی است، ترس کم بودی روزگارش است، ترس به مهربانی ماندن فرزندانش است و ترس این باری بزرگ زندگی به دوش خودش افتیدن و از عهده آن نبرآمدنش است. این یک و چیزی این هم ریشه از گذشته هاش دارد. باز هم همون چیزی است که در گذشته چیزی بود ما اون رو حل نکردیم، ما اون رو بجا نکردیم. شاید نفری بود در روزگارش، میدونم پدرش و برادرش و یک نفر دیگری که او شنید که مرد خیانتکار بود و او پیشک شاید گمان میکرد که همه مردها خیانتکارن، همین ترس در دلش بود. یک مقاله بسیار خوب داریم، آمد به سرم از اون چی میترسیدم. مشکل سخت ترس اون است که ما در بنیاد در اساس ترس وقتی عالممون رو میسازیم، آیندهمون رو میسازیم، آینده ما همون گونه که در این جای ما هست، این جای ما هست، همون گونه بنیاد میشه. این درست است که هر آن چیزی که ما میاندیشیم اونو ما خودمون دعوت میکنیم. بله 100% درست است. یعنی زیرشعوری شما وقتی که یک چیز میپذیرد به استقبال شما میاد. بله این چیزها هستن. مثلا حس گناهکاری اگر داشته باشید شما جزا میطلبید. کسی ترس داشته باشید اگر شما عالم دهشت میطلبید. عالم همین گونه است. عالم الهیات یک چیز عجیب است. هر چیزی که با او گفتید اون رو به شما میدهد. میگن که همیشه نیت نیک، همیشه تکیه به اون قوه هایی که اون رو هست کرده است، همیشه دلپور بودن از اون که در این زندگی هم خوبش و هم بدش به منفیت ماست.
اگر که ما این گونه عقیده ها رو در ضمیر خودمون، در اندیشه خودمون، در تحت شعور خودمون اونقدر قوی جای کنیم که بنیاد زندگی ما در پایه اون باشد، ترس های نوضرور از بین می رود. احتیاط جان خودمون یگانه چیزی میمونه که ما در اون مورد از احساس ترس استفاده میبریم، در جای دیگر اصلا ضرور نمیشه. اوشو به این معنی یک شرکای خوب دارد. وقتی که یک نفر پیش یک حکیم بیاید و میگوید که من همین از فلان کس ناراضی هستم و تمامی درد زندگیش رو میگوید که همین مشکل ها رو دارم، بعدا اون خردمند، اون حکیم یک کار میفرمه و اون مرد یک شکایت آمده میگوید این کارتوشک است، بله، سیب است، من نمیدونم، این چیزا نشان میده، میبرد و در دستش میده، میگوید اینو گیر و هرگاه که از کسی رنجیدی یک سیب رو همین خل کن و هیچ وقت از خودت دور نکن، در دستت باشه. بله. بعد از یک سال بیا من با تو صحبت میکنم. خب از بین یک هفته که نمیگذارد با یک خورجین میبید با اصطلاح قپ میبید پر از سیب های کنده و بوی گرفته پوسیده. استاد میگه ای حکیم من با این بوی بعد دیگر گشته نمیتونم، چیکار کنم؟ میگه این به مانند درونی تو است که هر بار که هر یک چیز سخن را فرو میبری و نگاه میداری در خودت، عاقبت بوی میگی. خب با این خواهر عزیزی ما که نوشتند و اینقدر غمنامه‌ای که برای ما نوشتند که تا کجای همراه خود میبرند این حالت ها را چیکار کنه؟ یعنی اینجا یک چیز سبک میگم برای خودشان اگر قبول کرده تاونند، انتخاب از شما با این مرد زندگی میکنید، روزگارتون من بعد میبرید یا بالای خودتون کار میکنید. ولی اگر مشکل ما این است که با جدا شدن، با گریختن از این حالت مسئله حل نمیشود. از این مرد گریختید، جدا شدید، گفتید که من با تو زندگی کردن نمیخوایم، مرد از این بهتری میتواند در زندگیتون بیاد، برای که آینه درونتون رو پاک نکردید. عالم زندگی عالم آینه هاست. اگر شما یک تالار آینه ها باشید، دستتون رو بردارید، آینه های اطراف همشون در داخلشون دست برداشته میشه. در اون چیزی که شما گفتید یک حکمت دیگر است. سگ رو با یک تالار آینه ها در آوردن و در اون تالار سگ های زیادی رو دید. او با اون سگ ها هاو میگفت و اون سگ های زیاد هم با او هاو میگفتن. نهایت یک مدت معین گذشت، سگ از هاو گفتن و از ترسیدن که سگ بسیاری با هجوم میکند سگ جان داد. در اونجا سگ ها بودن یا نبودن؟ این قصه از کتاب نیز بگذرد اوشو فیلسوف هند هست. بله این که به قصر می‌دارد و حتی صدایش به عکس می‌دهد و فکر می‌کند که تمام سگ‌ها به هجوم او اومدن. بله. این همین چیز است. این گونه حکمت‌ها خیلی زیادن و این حکمت‌ها به ما چی میگن؟ ما که خلاق هستیم، در داخل ما یک ذره بزرگ از اون خلاق بزرگ هست، ما می‌توانیم زندگیمون رو خودمون با دانش و با اراده و با کوشش های خودمون بسازیم. یگان نفر اطراف نمیتواند ما رو خوشبخت کنند. ما تنها به خودمون میتوانیم با پذیرفتن ها، با آموزش ها، با کوشش ها، با سوال ها به این عالم که جوابش از هر کجایی که خواهید میگیرد، قبول گرفتنتون ممکن است. حتی شرط نیست نزد استاد بروید. در داخل شما سوالی پیدا شد، فقط به دقت باشید. یک وقت رادیو روشن میکنید، یک نفر گپ زده ایستاده است، گویا جواب سوال شما است. کتابی رو باز میکنید، یک جمله میآید، جواب سوال شما است. دو نفر در بین همدیگر صحبت کرده رفته ایستادن، جواب سوال شما اونجا میتواند باشد. و اگر شما خواهید مستقیما مراجعت کردن در چنین حالتو، خب مراجعت کنید با یک نفری که تجربه زندگی دارد، با یک نفری که متخصص ساحه است، با یک نفری که و همین گونه حالت شاید گرفتار شده است و از آن حالت خودش را رهانده است. پیدا کنید، شاید جواب شما اونجا باشد. و با خود را خوردن و خود را عذاب دادن و سوختن های باطنی این مسئله حل نمی شود. با گناهکار کردن این مرد به خیانت های بیشمار زندگی شما روشن نمی شود، گشته وفادارم نمی شود. اگر که واقعا اندیشه شما زمینه واقعی داشته باشد، پس قبول میکنید او را همین گونه. اگر دوستش دارید، اگر دوستش ندارید و فقط از روی ترس با شما زندگی کند، شما از روی ترس با او زندگی کنید، این چه زندگی خواهد بود؟ استواره نداره. خب در روانشناسی میگن که مطالعه 5 دقیقگی کتاب
میتواند که استرس رو از شما دور کند. آیا حسی ترس هم میتواند که از بین برود؟ مطالعه اگر شما در حال ترس شدید باشد هیچ فکر کردن نمیتونید، خوندن نمیتونید. مطالعه 5 دقیقه‌ای کتاب میگویم که شما کتاب با عرش اعلا به اون حدی که قدرت ندارد نبرارید. کتاب تو کتاب دارد. چی کتاب خوانید؟ شما باید کتاب‌هایی را بخونید که برای رشد شخصیت شما کمک کنند. حاضر کتاب خیلی زیاد نشر می شود و نه همه آنها برای سالمی روانی شما کمک میکنند. شما ما دسترسی زیاد داریم به اطلاعات. 50 سال پیش این گونه دسترسی نبود و یگانه منبع دانش کتاب بود. برای همین کتاب گفتیم ما با کتاب سجده کردیم. ولی در اصل حاضر سرچشمه دانش خیلی زیاد است. سرچشمه دانش اطلاعات خیلی زیاد است. پیش معلم بود و کتاب دیگر هیچ نبود. ولی حاضر کتاب هم اونقدر زیاد است که کتاب هم باید انتخاب کنید. همه مثلا در دوره سویتی چیزی بسیار بود. من از غلبه رو میگذراندن که اونجا حتی کتابخانه مکتب گفته که یک روبریکه بود که کتاب برای مکتب خانه ها بود. انا که حاضر ما این چیزها را روبریکه در این شکل استفاده نمیبریم و ما توصیه کردن نمیتونیم که همه گونه کتاب به شما کار میآید. انتخاب کنید، پرسید از اینترنت مثلا سر بزنید، مثلا نام کتاب نویسید. اونجا یک علا اندیشه دیگران هست که این کتاب برای چی است، یا که در برای خود کتاب نویسید که همین کتاب در برای چی است. فیلم ها در برای فیلم ها، مثلا فیلم در برای فیلم است. اینها رو وقتی تماشا میکنید میبینید میگید که من این فیلم برای من ضرور است یا نه. در این مسئله سخت احتیاط باشید، زیرا مغز ما از معده از معده بی‌عقل تر است. معده هر چیزی که برای ضرر داره قید میکند ولی مغز قید کردن نمیتواند. و شما شاید بعضا ندانسته در نتیجه خواندن کتاب‌های دهشت انگیز خودتون رو بیمار کنید، ترستون رو زیادتر کنید. چیزی خوب پیدا کنید. اگر در حالتی که بعضا میشه که پنیسکرتا که میگن این خیلی دور دراز چیزای دیگر دارد، وقتی که سخت میترسید چند عملی است که میتوانید کنید. اگر راست سودگی باشد بشینید، اگر شتگی باشد خیلی قدم زنید. یعنی هنگامی حرکت میکنید اون امکان نمیتید که اون ترس در جسم شما جا کند و قوی تر شود. همون نوشیدن آب سردی که پیشتر گفتیم، او دست روشتن با آب خنک و میتوانید یکون سرود خوبی که شما دوست میدارید، یعنی اگر در داخل همین پیوله ما ترس جا شود باید پیوله رو خالی کنیم. متاسفانه از ماینه خالی کردن نمی شود ولی اصول دیگری هست. در این پیوله اگر آب لای باشد میتوانید شما رو زیر قبر آب مانید و آب تازه در این در آمدن میگیرد، آهسته لای اون کم می شود. ما در ماینه میتونیم هم اصول استفاده بریم. شما چیزهای خوب، چیزهایی که ترساننده نیستن، چیزهایی که مثبتاً خوشحال کنندن، شاد کنندن، این چیزها رو پیدا کنید همون لحظه. و یک چیز بسیار چیز خوبی اول جنوب این رقص است. زیر موسیقی رقص کنید. بله. ترس از بین میبره. رقص بسیار چیزا رو از بین میبره. در مورد ترس هم یا که بخندید، خنده ترس کم میکند. اگر همه دوده باشید بعضی آدمایی هستن که در حالت ترس سخت میخندن. این پسیخیکا خودش همون و اینسترومنت حفاظتی رو استفاده میکنه. خودتون رو بخندونید. یک چیز که شما میخندونید همون رو تماشا کنید. یک بار نمیشود، کوشش کردن لازم، چند قدم موندن لازم. ولی روی دور دراز با مخالی چینی از قدم یکم سر میشه. چی چیزی بود که درباره ترس ما نگفتیم و چی میخواید که برای بیننده‌های عزیز؟ و ترس خودتون احترام بگذارید، او رو اعتراف کنید، او رو بشناسید. اون وقت اون رو جواب دادنتون آسان میشه. و قبل دیل کرنگی از ترس خود نترسید. بله. ترس خود را در آغوش بگیرید. ترس چون یک اتاق خالی است که چیزی از آن بر نمیآید. دوستان بی‌نهایت عزیز، بیننده های عزیز و گرامی، صحبت داشتیم با روانشناس معلم عزیز مریم دولت‌وا. هر سوالی که داره برای ما نویسه در پشت الکترونی ما و همچنین در زیر شرح، حتما ما به سوال‌های شما جواب میگیم. این بود برنامه ما پیرامون ترس. با امید دیدار در برنامه‌های بعدی. خیر. آباد باشه.